زباله احکام. وارد میشویم به برنامه زباله احکام به صورت جفت که انه بیت عظما. بله، بسم شیطان عزیز. سلام علیکم و بازم آمدیم و بله در خدمت شما این با برنامه زباله احکام. و اما بریم سراغ سوالای شما. بشنویم یک سوال تلفنی را. من یادم روزهای اول انقلاب که امام یه سری به محله ما زده بودند، این بابام منو برد پیششون که ما رو متبرک کنند، که امام هم ماشاءالله سنگ تمام گذاشتن، کلی ما رو متبرک کردن. راستش الان بعد از این همه سال سرم کچل شده، ولی نمیدونم، احساس میکنم این آثارش هم پاک نمیشه. فقط میخوام بدونم این قابل پاک شدن هست یا خلاصه حکمش چیه؟ قربان شما، از پشترتون دنبال میکنم. اولا بله، قابل پاک شدن هست. یعنی شاید بگیم هیچ شیء نجسی و حتی عین نجسی نیست که قابل تطهیر و پاک شدن نباشد، و حتی اگر با آب کشیدن و آفتاب و نمیدونم چیزای دیگه هم پاک نشود، با استحاله پاک میشود. بله، چون جنس اون چیز خیلی مهمه. من خواهشم از شما این است که سوال رو با جزئیاتش، چون که الان تماس تلفنی بوده و کوتاه شما فرمودید، ولی چون ضبط شده امکان سوال و جواب نیست که ما جزئیات رو از شما بخوایم. لطف کنید با دفتر مرجع تقلیدتون یا عالمی مسئله رو در میان بذارید، عین نجاست رو بدید و جواب کامل دریافت کنید. سوال بعدی رو پخش کنید. چند سال پیش بچه‌م توی باغ یه اناره آورده بود، من اون اناره خوردم. حالا نمیدونم صاحب باغ نمیشناسم، نمیدونم اصلا کجا بوده و چی بوده. حالا من تکلیفم چیه؟ جواب سوال منم زحمت بده. خب، باز خدا رو شاکریم که افراد جامعه متدینین تا این حد مقید هستن. اولا نگاه کنید، حکم اعدامه، اما بر فرض این که بدانید این انار رو ایشون از جای چینده، بدون اجازه چیده و آورده و معلوم نیست صاحبش راضی باشه، اما صاحبش رو نمیشناسید، شما قیمت همون انار رو به عنوان رد مظالم بدین به دفتر ولی فقیه تنومند و مفخوری که شاید یه چیزیشم به ما برسه. خب، تا برنامه دیگه که باز بتونیم از جیب شما بتراشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. موفق باشید و السلام علیکم و بله.